به نام پروردگار شنوای بینا. عشق هست، خدا هست، الهی شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه رام توست. دل از یاد و نامت بگیرد قرار، خوشم چون که هستی به هر دم در کنار. استاد، سوالی داشتم. شما بفرمایید. چه کسی هستید؟ کی هستید؟ من کیستم؟ من رستم علی پیرزاده دریاسانم. اما نه، این که اسممه. اسمم آیا میتونه خودم باشه؟ خیر. خب من یه شخصم، یه بدن فیزیکی دارم، یک انسانم. آیا این میتونه هویت من رو معرفی بکنه؟ اسمم که خودم نبودم، میتونم اسمم رو تغییر بدم، فامیلیم هم تغییر بدم، تمام القابم هم میتونم تغییر بدم. پس اسم و نام و نشانم نمیتونه معرف من باشه. آیا جسم من، بدن من هستم؟ خیر. از لحاظ علمی ثابت شده که هر 7 سال، حالا تا 10 سال، تمام سلول های بدن انسان جایگزین میشه. ما هر 7 سال یک بدن جدیدی داریم. پس این بدن هم من نیستم. پس من کیم؟ خب من ایرانیم. نه، من میتونم ملیت خودم رو تغییر بدم. ایرانیت مربوط به جغرافیاست. اینم نمیتونه هویت من باشه. پس من کیستم؟ من دین خاصی دارم، مسلمانم، مسیحیم، یهودیم، زرتشتیم. اما نه، اینا هم نمیتونه باشه هویت من. من میتونم همه اینها رو تغییر بدم، مذهب خودم رو تغییر بدم، دین خودم رو تغییر بدم. واقعا من کیم؟ آها، من یک معلمم، من یک مهندسم، من یک دکترم، من یک کارگرم، من یک پلیسم. اینا هم نمیتونه باشه. من میتونم شغلم رو عوض بکنم. همه اینها هویت هایی هستن که اجتماع و محل کار به ما میده. واقعا من کی هستم؟ یکی یکی اینا داره حذف میشه. اسمم، دینم، ملیتم، حتی جسمم هم من نیستم. چون بدن من مثل یک رودی در جریانه. هر 7 سال یک بار یک بدن جدید، یک ماشین جدیدی اینجا هستش. شغلم و اون القابی که من دارم هم من نیستم. پس واقعا من کی هستم؟ چیزی باقی نموند که. در این توهیای، در این نفی، من کیستم واقعی شناخته میشه. زمانی که در حالت مراقبه ما قرار میگیریم و من کیستم رو از خودمون میپرسیم و یکی یکی اون چیزهایی که هویتی به ما داده و مربوط به ذهن ما هست، دانش ما هست و اطلاعاتی هستش که از بچگی خانواده، جامعه به ما داده و ما بر اساس اون اطلاعات و دانش یک تصویر، یک هویت از خودمون به وجود آوردیم. اینها نمیتونن هویت واقعی ما باشن. وقتی یکی یکی اینها میرن کنار، از صفحه ذهن اینها یکی یکی پاک میشن، چه چیزی باقی میمونه؟ یک لوح سفید، یک صفحه ذهنی خالی از محتوا. زمانی که یک مراقبه گر در مراقبه می نشینه، اول با ذهن شلوغ مواجه میشه که پر از صدا و افکار هست که همون هم هویت شدگی ها هستش، همون منهایی هستش که در درون ذهن با همدیگه کشمکش دارن. هر چقدر مراقبه عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه، این صداها، این افکار فرو می نشینه، این هم هویت شدگی ها فرو می نشینه. زمانی که این ذهن خلوت و خلوت‌تر شد، سکوتی در این ذهن
به شناخت انسان وارد میشه. وقتی که آخرین فکر هم از صفحه ذهن کنار رفت، در اون سکوت محض انسان به معنای من کیستم خودش پی میبره که هستم، یک حضور، یک سکوت، یک سکون، یک هوشیاری که اینجا هست، یک بی فرمی. این سکوت محض آینه‌ای میشه برای شناخت من کیستم. یک من ما داریم که از محتوای ذهنمون دانش و اطلاعات شکل دادیم و یک من هستش که هویت راستین ما هست. با خاموش شدن صداها و کنار رفتن افکار، من هستم واقعی خودنمایی میکنه. امیدوارم که پاسخ خودتون رو دریافت کرده باشید. سپاسگزارم.